بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ خسته نباشی برادر مجاهد. سلامت باشید. عبدالله هستم از ایران. آقا عبدالله بفرمایید برادر بزرگوار. آقای انصاری، واقعا شما مصداق این آیه شریف قرآن هستید که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. امیدواریم الله سبحانه و تعالی ما را از اون جمله بگردانه. آقای انصاری، من خیلی این برنامه های شما واقعا هم قسمت ایدئولوژیش، حفظ قرآنش، اینا واقعا ارزشمنده، ولی میخواستم یه مقدار بیشتر در مورد حضرت علی بن ابی طالب صحبت بکنید، چون که واقعا اهل سنت پیروان واقعی آقا حضرت علی بن ابی طالب هستن. بله بله حتما انشالله. من ممنونم. آقا عبدالله یک بشارتی به شما بدم که امسال ماه مبارک رمضان هر روز با یکی از شخصیت‌های اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انشالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خیلی متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.